به نظرتون داخل انیمیشن شاه دخت و قورباغه چه غذایی میخوردن؟ بریم تسکو. خب پوریا تو اصلا میدونی شاهزاده و قورباغه کی بودن؟ چی بودن؟ کارتونش چی بود؟ یه شبهی از کارتون یادمه. دیدیش که دیدیش؟ خیلی بچه که بودن واقعا؟ من همیشه آرزو داشتم نگاه کنم ولی هیچ وقت ندیدم. وقتی که بزرگ شدم دیگه یادم رفت که نگاه کنم. بعد توی شبکه کارتون دیدم ولی نفهمیدم باز ماجراش چی بود. خب نگاه کن یه دختری بوده، نه یه شاهزاده بوده که توسط مثل یه جادوگری نفرین میشه، تبدیل به قورباغه میشه. آها خب بعد میگن اگه واقعا عاشق یه دختری نشه و چه میدونم تو ساعت 12 شب اون رو نبوسه، ها اون چیز که من یادمه ای بود، گفت اگه مثلا عاشق یه دختر نشه و او دختر رو تا ساعت 12 شب نبوسه تا آخر عمرش قورباغه میمونه. او سیندرلا بود. نه شبیه همه شبیه نگاه چیز که من یادمه ای خیلی شبیه شبیه سفید برفی. سیندرلا سر ساعت 12 شب بعد برمیگشت خونه. اصلا کلا فیلم‌های والت دیزنی رو ساعت 12 شب خیلی تاکید میشه. بچه‌ها احتمالاً ساعت 12 شب یه ساعتی خبرایی هست که ما ازش بی اطلاعیم. سیندرلا بود. ای هست سفید برفی هم همین بود که نگاه سفید برفی یه جوری بود که میگفتن یه شاهزاده باید بیاد بوسش کنه تا از خواب زمستونی بیدار بشه، ولی تایم نداشت. ولی اون سر ساعت 12 بود. یه حالا اومدن دوتا شکل کردن شده شاهزاده. دیو دلبرم همین بود. سر ساعت که بعد یه دختری عاشق دیوه میشد بوسش میکرد. آره اصلا خیلی تاکید داره روی چیز بوس واقعا بدآموزی داره بود. بعد یه میبوسید که دوباره تبدیل بشه به شاهزاده، ولی چطور شد؟ قورباغه شد. ولی اون کسی رو که بوسید شاهزاده نبود فکر کنم. نه آخرش درست شد ولی یادم نمیاد. حالا بریم غذا شما. غذای اولیمون چی اسمش؟ پور است. پوره چی؟ موز. پوره موز. حالا چرا موز پوره کردن؟ نمیدونم غذای خوشمزه‌ای بوده حتما براش. خیلی قیافش خیلی زشته شبیه نگو استفراغ بچه هست. به بچه های نام میدم میخوام موزش خیلی هم خوشمزه. ها موز تاقاش چیزیه تاقا داشتی مزه دیگه بده. من قیافش خوره زشته. خب چرا من رو این کارو میکنه؟ اما موزو بخور دیگه. موز میدونم موزه ولی نمیخورم. موز تا آخر خوردی شاپوریا؟ خوشمزه خواستن موز بود، چیز خاصی نبود. یه کم موز له شده بود. خب موز له شده وای ندار خوشمزه. موز مزه موز که میداد. موزه بعد از سالها پوریا، بعد از عمرها، بعد از خلاصه این همون یه غذای خوشمزه است. یه غذایی که شیرینه، خوشمزه، دلپذیره، تمیزه، اوکی، همه چیش اوکی. شیرینی میرینی. آفرین شیرینی میرینی. اینو همین دختر رو قورباغه دوم شادختو درست می‌کنه. آره او درست می‌کنه. کلفت بود اونجور که من دیدم تو فیلمون کلفت بود و تو آشپزخونه کار می‌کرد. آفرین آره و شیرینی خوشمزه درست می‌کنه، نون خوشمزه می‌پخته که حالا من نشون بدم. اینه و لاختش دیگه حالا بخوره شیرینی چیز خاصی یه شیرینی هم واسط شد. فقط بچه اون موقعی که میخواست بخوره یه پودری بهش میریخت. یه پودر دار این سفیداش چیه؟ پودر نارگیل. پودر نارگیل هم بهش میزد که حالا دیگه ما نزدیم. پودر معلومه چیه بریزد. یه چیز سیادونه. میگم سیادونه یعنی شیرینی باعث شیرینی میشه؟ نمیدونم اطلاعی ندارم. نمیدونم. خب این خوشمزه کلفت خوبی بوده. هرکی بوده سلیقه‌اش قشنگ بوده. کلفت بوتونی بود. ولی هر روز زود براش انتخاب کنیم و بریم غذای بعدی رو بخوریم ببینیم که واقعا کلفت خوبی بوده، بوتون بوده یا نه. بریم غذای بعدی. غذای بعدیه. خب اینو
درست میکرده همون کلفت. ماشاءالله چقدر خوب بلد بوده چطور چیزی خوشمزه درست میکنه. دوباره من دیگه دفعه نمیزنم وقتی دارم حرف میزنم تو چیز بخورمش. چه من لالم پوریا؟ نه واقعا من دقت کردم تو همه ویدیو من لالم. همه مخصوصا تو ویدیوی قبلی بهت گفته بودم من تخم کفتر خوردم. از اسکولیت. میگن اسکولا لالم. نه عزیزم اگه باهوشا لالن میگم باهوشا اینقدر چیز تو ذهنشون هست که نمیتونن به زبون بیارن و واسه همینه که لالن واسه همینه که زبونشون نمیگیره. نمیدونم چی میگن کدوم که از اون اطلاعاتشون دیوون بگن. پنکیک. آره پنکیک برات یه تیکش ببرم. با کلاس باشیم. با کلاس ما خیلی با کلاس. خوشمزه است. خیلی قشنگ. ولی اگه کاکائو بنش بود یا ایدرش بود میشه بریزی روش عسل میریزن وسطش کاکائو میذارن. خیلی جالبه. خوشمزه است دوست دارم. چربی نداره این؟ اصلا نداره. عالی. با چی درست میشه؟ تخم مرغ آرد و چی؟ تخم مرغ آرد چی؟ حتما میرم یاد میگیرم دستور پختشون. ولی بچه‌ها آفرین. من میگم میدونی قورباغه برای چی رفته گرفتتش؟ گفته این خیلی خوب چیزه خوشمزه درست میشه. خیلی خوشمزه. یه بافت فنر مانندی داره. خیلی من خیلی مثلا ببین یه چیزیه که نیازی به فر نداره، نیازی به این نداره که تو مایتابه میریزینش خالش پف میکنه میاد بالا سفت میشه. بعد سرتاش میکنه میشه. بچه‌ها راستی لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اگه تا الان هم ویدیو رو لایک نکردین حتما لایکش کنید. اول پیج هستیم اول کانال هستیم دقیقاً نمیدونیم که چیزی که گذاشتیم خوبه یا نه مخاطب داره یا نه و اگه شما لطف کنید تو کامنت به ما بگید خیلی کمک بزرگی به ما میکنید. ما خیلی میافتیم جلو و میتونیم چیزی رو درست کنیم که واقعا شما دوست دارین و ازش لذت میبرید. آقا من تا اینجا کلی خوراک خوردم. خب که اگه بتونم لینک تک تک تکشو اینجا میذارم. ولی هیچ کدوم به خوشمزگیه این یکی نبود. فوق‌العاده. خیلی خوشمزه بود. یعنی چیزی که خالی مثلا به عنوان تنقلک میان وعده میتونیم بخوریم. من اولش که خوردم خب گفتم کاش یکم کاکائو داشت کاش یه چیزی روش بود ولی بعد که شروع کردم به خوردن و ادامه دادم مزهش که میره زیر زبونتون بعد یه تقریبا 20 ثانیه 30 ثانیه میفهمین چه مزه خوشمزه‌ای داره. و فرق میکنه با چیزای بیرونا. این دقیقاً مال خود شاز دختر بوده. بچه‌ها تا ویدیوی بعدی خداحافظ.